چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 124مین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل سوم، ویس و رامین. قسمت دوم، آغاز داستان ویس و رامین. امروز 11 اردیبهشت ماه سال 1404 خورشیدی مصادف با 1 می 2025 میلادی 5مین سالگرد تولد پادکست چای با بنفشه است که من در این روز کهن‌ترین داستان عاشقانه ایرانی، داستان ویس و رامین رو آغاز میکنم. شغل‌ها سراپا نشاط و شوری، تولدت مبارک، تولدت مبارک، بهار امیدی همه سروری، تولدت مبارک، تولدت مبارک. و چه حسن تصادفی. امیدوارم هر چقدر با شنیدن خسرو و شیرین عشق کردین، با شنیدن این داستان چند برابرش عشق کنین. اتفاقاً داستان ویس و رامین هم همزمان با رسیدن بهار و نوروز شروع میشه. نویسنده این داستان یعنی فخرالدین میگه متن داستان رو از لابلای متن سمرها و نقل راویان خبرها پیدا کرده. عزیزان، سمر با سین یعنی افسانه ها و داستان هایی که قصه گوها شبها تعریفشون میکردن. نوشته یافتم اندر سمرها، ز گفت راویان اندر خبرها. یکی بود، یکی نبود. میگن 1000 سال پیش در ایران پادشاهی بود نیکبخت که از زمین و مردمانش تا آسمان و سیاراتش همه در برابر عظمت و بزرگیش سر تعظیم فرود می آوردن. که بودن در زمان شهریاری، به شاهی کامگاری، بختیاری. همه شاهان مرو را بنده بودند، ز بهر او به گیتی زنده بودند. به پایه برتر از گردنده گردون، به مال افزونتر از کسری و قارون. شهریاری که به وقت لطف و بخشش انگار خورشید، انگار ابر نوبهار، و به وقت جنگ و مبارزه از فیل و شیر درشتر و قویتر. گه بخشش چو ابر نوبهاری، گه کوشش چو شیر مرغزاری. به بزم اندر چو خورشیدی درفشان، به رزم از پیل و از شیران
سرافشان. 7 فلک در خدمت این شهریار. نام این 7 فلک، شما شنونده های پادکست که در فصل دوم 7 پیکر رو شنیدین و اسم و مکان سیاره ها رو یاد گرفتین، الان با شنیدن این ابیات عشق میکنین. فخری جان نامشون رو به پارسی میگه و من برای اینکه بیشتر دوستم داشته باشین و برای اینکه درست‌تر و راحت‌تر متوجه بشین، نه تنها نامشون به عربی رو که بلدین براتون میگم، بلکه اون القابی که این فلک ها در ادبیات فارسی بهشون شهره بودن رو هم براتون میگم. شما بعضی از این القاب رو قبلا در این پادکست شنیدین و بعضیاشون برای شما هم تازه است. از فلک 7 یعنی زحل شروع میکنیم. زحل معروف به پاسبان فلک. چرا پاسبان فلک؟ برای اینکه زحل در آخرین فلک یعنی فلک 7 قرار داره و به تعبیر دیگه در بام فلک و پاسبان فلکه. فخری جان میگه این شهریار انقدر بختش بلنده که شده کیوان ز 7 چرخ یارش، به کام نیک خواهان کرده کارش. فلک بعدی که وزیر و دست راست شاه و کارها رو براش آسون میکنه فلک 6 مشتریه. فلک علم و خرد، رب و نوع خطابه و سخنوری و ستاره راهنمای قضات و بازرگانان. قبل از اینکه این بیت رو براتون بخونم باید یه نکته‌ای رو بگم که بعد سردرگم نشین. این بیت که در نسخه آقای روشن هست اما در نسخه آقای محجوب نیست، یک اشتباه عجیب فاحشی داره که به نظر من باید اشتباه تایپی باشه. چه اشتباهی؟ الان بیت رو براتون میخونم و توضیح میدم. بیت اینه: ز 8 چرخ هرمزد خجسته، وزیرش بود دل در مهر بسته. هم من میدونم و هم شما میدونین که هرمزد یا مشتری فلک 6 آسمانه، نه 8. و به نظر من بعیده که فخری وقتی همه افلاک رو داره به ترتیب از آخری به اولی نام میبره اینجا یه همچین اشتباهی کرده باشه. همونطور که بهتون گفتم بیسرامین یکی از قدیمی ترین مثنوی های بجا مونده است که متاسفانه بهش بیمهری بسیار شده و به جای اینکه روش کار تحقیقاتی انجام و منتشر بشه داره یه گوشه زیر گرد و غبار فراموش میشه. تحقیقات و مطالعات روی این مثنوی زیاد نیست و پراکنده هرچی هم هست دسترسی بهش برای من اقلن خیلی آسان نیست. من احتمال میدم که در مورد این بیت در نسخه های اولیه یک اشتباه خطی یا تایپی اتفاق افتاده باشه که متاسفانه به نسخه های بعد از خودشم راه پیدا کرده. به نظر من این بیت باید درستش اینطور باشه: ز 6 چرخ هرمزد خجسته، وزیرش بود دل در مهر بسته. خلاصه که استادان گرامی اگر جایی در مورد این بیت به مطلبی برخوردین یا چیزی راجبش میدونین لطفاً بیاین و منو هم در جریان بذارین. خب دیگه بریم دنبال ادامه داستان. و اما فلک بعدی که فرمان بردار این شهریاره کدوم فلکه؟ سیاره 5 مریخ، ملقب به خدای جنگ و دلاوری، ستاره جنگجویان. سپهدارش ز 5 چرخ بهرام، که تا ایام را پیشو کند رام. فلک 4 خورشید، ملقب به پادشاه ستارگان، ستاره شاهان و مظهر رفعت و قدرت و تکبر. جهان افروز مهر از چرخ رابع، به هر کاری بودی او را متابع. فلک 3 خوشگل و خوشاواز فلک ونوس، مطرب و خنیاگر آسمان، خداوند موسیقی و آواز و رقص و طرب و عشق. شده ناهید رخشانش پرستار، چو روز روشنش کرده شب تار. به به از چنین پرستاری. و اما فلک 2 عطارد، فلک کتابت و سخنوری و خدای دانش، دبیر فلک، ستاره دیوانیان و مترسلان، کاتب آسمان. دبیر او شده تیر جهنده، از این شد امر و نهی او رونده.
به مهرش دل نهاده مهر تابان، به کین دشمنان او شتابان. و بالاخره فلک اول ماه، ملقب به نامه بر و چاپار آسمان، برید فلک و کوکب رسولان و پیاده روان و ایلچیان. شده رایش به تگبر ماه گردون، شده همت ز مهر و ماهش افزون. از غرب تا شرق جهان یکسر شده او را مسخر، ز حد باختر تا حد خاور. و نام این مرد که هم مرد خداست و هم دلاور میدان جنگ چیه؟ جهانش نام کرده شاه موبد، که هم موبد بود و هم بخرد رد. رد به معنای دلاور و داناست. شاه همیشه روزگارش بود نوروز، به هر کاری همیشه بود پیروز. همه ساله به جشن اندر نشستی، چو یک ساعت دلش بر غم نخستی. به به، همیشه کار او می بود ساغر، ز شادی فربه از اندوه لاغر. اینجا یه نکته بگم که این موبد احتمالاً اسم شاه بوده، چون ما در تاریخ کلاً این که مردان خدا به مقام شاهی رسیده باشن نداریم. با رسیدن نوروز در قصر شاه موبد بساط جشنی که برازنده شاهی با این تاج و تخت باشه برگزار میشه. یکی جشن نوآیین کرده بود شاه، که بود در خورد آن دیهیم و آنگاه. نشسته پیشش اندر سرفرازان، به بخت شاه یک سر شاد و نازان. چه خرم جشن بودن در بهاران، به جشن اندر سراسر نامداران. و معلومه که میهمانان برجسته‌ای خانوم و آقا از گوشه و کنار ایران در این بزم بزرگان جمع باشن. ز هر شهری سپهداری و شاهی، ز هر مرزی پریرویی و ماهی. گزیده هرچه در ایران بزرگان، از آذربایجان وز ری و گرگان. همیدون از خراسان و کهستان، ز شیراز و صفاهان و دهستان. کهستانم همون کوهستانه که به ارتفاعات بالای مراغه و هریرود میگفتن. خب شهرها رو که شنیدین، اما اسامی این مهمانان چیه؟ بهرام و رهام و گشسپ و شاپور و کشمیر و آذین و ویرو و رامین و زرد. اینا کیان و از کجا اومدن؟ چو بهرام و رهام اردبیلی، گشسپ دیلمی، شاپور گیلی. چو کشمیر یل و چون نامی آذین، چو ویروی دلیر و گرد رامین. چو زرد آن رازدار شاه کشور، مرو را هم وزیر و هم برادر. و بله، در قدیم زرد نام مردانه بوده. در این داستان زرد هم برادر و هم رازدار شاهه. در توضیح اسامی بعدی هم که ممکنه دچار شک شده باشین بگم کشمیر یل منظور همون دلاور کشمیره. گرد رامین هم به معنای رامین دلاور یا پهلوان. و خب نشسته در میان مهتران شاه، چنان کاندر میان اختران ماه. شاه تاج کشورگشایی بر سر و رخت نوروزش همه از پارچه های زربفت و گران قیمت. به سربر افسر کشورگشایان، به تنبر زیور مهتر خدایان. ز دیدارش دمنده روشنایی، چو خورشید جهان فر خدایی. جلوی پای شاه جنگجویان نشسته و بالای سرش زنان زیبارو ایستاده. به پیش اندر نشسته جنگجویان، ز بالا ایستاده ماهرویان. بزرگان مثل شیران شکاری، بتان چون آهوان مرغزاری.
و خب گرچه این مردان در میدان جنگ چون شیر درنده ترسناکن، اما در کنار این آهوان دلبر بچه گربه‌ای هستن که از تماشای این زیبارویان سیر نمیشن و همینجور پشت سرشون میو میو کنن در حرکتن. نه آهو میرمید از دیدن شیر، نه شیر تند گشت از دیدنش سیر. همه مشغول خوردن و نوشیدن و سکه های شادباش شاه هم مثل شکوفه هایی که میرقصد از باد بهاری سرازیر بر سر میهمانان. قدح پر باده گردان در میانشان، چنان کاندر منازل ماه رخشان. همی بارید گلبرگ از درختان، چو باران درم بر نیکبختان. زنان با زلفهای معطرشون، مطربان با ساز و خنیاگران با آواز قشنگتر از بلبلشون شراب رو در دست میهمانان گیراتر میکنن. چو ابری بسته دود مشک سوزان، به رنگ و بوی زلف دلفروزان. و از اونجایی که شراب آنچنان رو آنچنان تر میکنه، مطربان مست از می با آواز بلبلا رقابت میکنن و شادتر مینوازن و بتان خوش پیکر خوش سیما هم که از شراب لپاشون گل انداخته مهربانتر میشن. ز یک سو مطربان نالنده بر مل، دگر سو بلبلان نالنده بر گل. نکوتر کرده می نوشین لبان را، چه خوشتر کرده بلبل مطربان را. به روی دوست بر دو گونه لاله، بتان را از نکویی و از پیاله. و این فقط در قصر شاه نیست که جشن برپا و عیش به راهه، بلکه زمین با این همه خرمی در دل مردم کوچه و بازار هم ولوله به پا و سرخوش و سرمست راهی دشت و گلستانشون کرده. اگرچه بود بزم شاه خرم، دگر بزمان نبود از بزم او کم. کجا در باغ و راغ و جویباران، ز جام می همی بارید باران. همه کس رفته از خانه به صحرا، برون برده همه ساز تماشا. از هر گوشه صدای خنده بچه ها پیچیده در صدای آواز و موسیقی در دشت و صحرا بلند. ز هر باغی یا هر راغی و رودی، به گوش آمد دگرگونه سرودی. زمین از بس گل و سبزه چنان بود، که گفتی پر ستاره آسمان بود. مردم تاج لاله بر سر و شراب قرمز در دستشون، هر کس گوشه‌ای به یک خوشی مشغول. ز لاله هر کسی را بر سر افسر، ز باده هر یکی را بر کف اخگر. گروهی در نشاط و اسب تازی، گروهی در سماع و پایبازی. گروهی میخوران در بوستانی، گروهی گلچنان در گلستانی. گروهی بر کنار رودباری، گروهی در میان لاله‌زاری. پوست زمین که تو زمستون انگار پوست دباغی شده باشه، با رسیدن بهار تبدیل میشه به پارچه ابریشمی رنگارنگ. بدانجا رفته هر کس خرمی را، چو دیبا کرده کیمخت زمی را. و خب تعطیلات نوروزی که بی سفرهای نوروزی نمیشه. بعد از عیش و نوش و دید و بازدید در قصر، طبیعت انگار که به دل شاه هوس سواری و سفر بندازه. شاه فرمان میده جمع همگی برن سفر. پس فیل پیر و غول پیکر شاه رو با زین و یراق طلا و جواهرات آماده میکنن و شاه میشینه پشتش و دلاوران پیلتنش همچی انگار دریایی بزرگ همه با هم میزنن به دشت و صحرا.
شهنشه نیز هم رفته بدین کار، به زینتها و زیورهای شهوار. به پشت ژنده پیلی کوه پیکر، گرفته کوه را در زر و گوهر. به گردش زنده پیلان ستوده، به پرخاش و دلیری آزموده. ز بس سیم و ز بس گوهر چو دریا، اگر دریا روان گردد به صحرا. در پیش روی شاه سوار نظام، خودشون مزین به لباسهای فاخر، سوار بر اسبانی آخرین سیستم و بادپا، اونا مزین به زین و یراقی از جواهرات و طلا حرکت میکنن تا راه رو برای شاه باز کنن. و از پس شاه هم کجاوه های ماهرویان شاه و نوازندگان و رقصندگان و خوانندگان و ساقی ها و آشپزها و ندیمه ها و غلامان در حرکتن. به پیشندر دونده بادپایان، سم پولاد چون پولاد سایان. پس پشتش بسی مهد و عماری، بدو در ماهرویان حصاری. آفتاب لگن و اسباب وسایل پیکنیک نوروزی شاهانه همچین سنگین و تکمیله که چهارپایان زیر بار این کوه کمرشون خم میشه. به زیر بار تازی استرانش، غمی گشته ز بار گوهرانش. ز هر کوهی گرانتر بود رختش، ز هر کاهی سبکتر بود تختش. بالاخره میرسن به محل خوش آب و هوایی و به فرمان شاه شاهان چادرها برپا و خوان هزار رنگ پهن میشه و میهمانان بر سر سفره سخاوتمندانه شاه میشینن و تا آخرین جرعه رو بنوشن و تا آخرین کباب رو به دندان بکشن از جاشون بلند نمیشن. به چندان خواسته مجلس بیاراست، نماندش ذره‌ای آنگه که برخاست. همه بخشیده بود و برفشانده، به خرد و داد کام خیش رانده. که خب به قول شاعر فلانی، زندگی شاید همین باشد که تو این دنیا که هیچ چیزش موندگار نیست، شاهانه بخوری و بنوشی و به دیگران ببخشی. والا چنین برخور ز گیتی گر توانی، چنین بخش و چنین کن زندگانی. کجا نه زفت خواهد ماند نه راد، همان بهتر که باشی راد و دلشاد. راد هم عزیزان به معنای جوان مرد و آزاده و خردمند و داناست. و آقا این تعطیلات نوروزی، عرق و ورق و موزیک و برقص و بخور و بخواب و بنوش، 1 هفته ای ادامه پیدا میکنه. بدینسان بود 1 هفته شهنشاه، به شادی و برامش گاه و بیگاه. و خب آقایان در رکاب رو که خدمت حضورتون معرفی کردم، حالا بریم سراغ ماهرویان ماه پیکر دلربا در جمع که اونا هم هر کدوم به نمایندگی از یکی از شهرهای ایران در این جمع حضور دارن. پریرویان گیتی هامواره، شده بر بزمگاه او نظاره. خانم ها ماهدخت یا شهرو از ماهاباد، سرو آزاد از آذربادگان، آبنوش از گرگان، ناز دلبر از دهستان، دینارگیس و زرنگیس از ری، شیرین و فرنگیس از بوم کوه. از اصفهان آبناز و آبناهید دختران دبیران شاه و دختران وزیران شاه گلاب و یاسمن و 2 جادو چشم هم به نامهای گلبو و مینو. از خاندان نظامی هم دختران کنارنگ ساوه. کنارنگ یک واژه پهلوی و یک منصب نظامی به معنای مرزبان یا والی یا حاکم بوده که اساساً هم خاص خراسان بوده. ساوه کنارنگ نداشته، اما خب فخری جان میگه دختران کنارنگ ساوه هم 3 خانوم به نامهای ناز،
آذرگون و گلگون هستن که پوستشون به رنگ برف و لبهاشون به رنگ خون و قدشون 1000 نوم خدا سرو بلنده. چو شهرو ماه دخت از ماه آباد، چو آذربادگانی سرو آزاد. ز گرگان آب نوش ماه پیکر، همیدون از دهستان ناز دلبر. ز ری دینارگیس و هم زرنگیس، ز بوم کوه شیرین و فرنگیس. ز اصفهان 2 بت چون ماه و خورشید، خجسته آبناز و آب ناهید. به گوهر هر دوان دخت دبیران، گلاب و یاسمن دخت وزیران. 2 جادو چشم چون گلبوی و مینوی، سرشته از گل و می هر 2 را روی. ز ساوه نامبر دخت کنارنگ، کزو بردی بهاران خوشی و رنگ. همیدون ناز و آذرگون و گلگون، به رخ چون برف و بر وی ریخته خون. و اما همسر خوشقد و بالا با هیکل سفت و تراشیده مثل نقره شاه از کجاست؟ از منطقه هماور. نامش چیه؟ خانوم سهی، که به رنگ و به عطر و به نرمی و لطافت انگار گل یاس. سهی نام و سهی بالا زن شاه، تن از سیم و لب از نوش و رخ از ماه. شکر لب نوش از بوم هماور، سمن رنگ و سمن بوی و سمن بر. هماور یا کوهستان هماون اساساً یکی از بحث برانگیزترین مکانهاییه که فردوسی هم در شاهنامه ازش نام برده و گفته چند پیکار ایرانیان و تورانیان در اونجا اتفاق افتاده. اما متاسفانه تا این لحظه که من دارم این داستان رو براتون تعریف میکنم، هنوز استادان در مورد اینکه دقیقاً این محل کجاست به توافق نرسیدن. در نتیجه من هم برای اینکه گیج‌تر نشین به حدسیاتی که زده میشه هم اشاره نمی کنم. خب برگردیم به مهمونی. شما عزیزان که توقع ندارین من نام تمام میهمانان حاضر در این شب نشینی شاهانه رو نام ببرم، که اینا 1-2 نیستن که. از این هر ماهرویی را هزاران، به گردندر نگارین پرستاران. و نه تنها بانوانی از ایران بر گرد شاه به پرستاری مثل پروانه میگردن، بلکه بتان چین و ترک و روم و بربر، بنفش زلف و گلروی و سمنبر، به بالا هر یکی چون سرو آزاد، به جعد زلف همچون مرد و شمشاد. یکایک را ز زر ناب و گوهر، کمرها برمیان و تاج بر سر، دور شاه میگردن. عزیزان اینجا خیلی خوبه که به این ابیات جز تشبیهات زیبا یک نگاه فشن تور هم داشته باشین. فخری با این ابیات انگار مجله مد 1000 سال پیش ایران رو جلوی روتون ورق بزنه. بر اساس این ابیات میشه متوجه شد قد بلند، پوست سفید و لپای گل انداخته، گیسوان تابدار و مجعد بلند و مشکی همه معیارهای زیبایی بودن و استفاده از تاج و کمربند و خصوصاً عطرهای خوشبو شیکی و زیبایی به حساب می آمده. و اما در بین تمامی این زنان که از زیبایی به طاووس، در بلند پروازی به باز، چشمهاشون از خماری به گوزن رودباری و از تیزی به شیر شکاری میمونه، یک زن از بقیه خانوما سرتره و نه تنها با جادوی چشمهاش بلکه با جادوی کلامش دل شاه رو برده. و بله بعضی از موجودات 2 پا 1000 ساله که فرقی نکردن، گویا اصلا مهم نیست طرف مقابلشون شکیرا باشه یا ملکه دایانا، چشم و دلشون سیر نمیشه لامصبا. ده آروم بگیرده قدر بدون. خب بگذاریم. خب حالا فکر میکنین این زن کدوم یکی از این زناییه که اسمشونو بردم؟ بله، شهربانو
یا همون شهرو ملکه ماهاباد. ز چندان دلبران و دلنوازان، به رنگ و خوی طاووسان و بازان، به دیده چون گوزن رودباری، شکاری دیدشان شیر شکاری، نکوتر بود و خوشتر شهربانو، به چشم و لب روان را درد و دارو. و اما این خانم شهربانو که درد و داروی روانه، زنی با قد بلند و صورتی درخشان چون خورشیده، لبها سرخ و دندانها سفید و درخشان مثل ناهید، پوست تنش از پارچه حریر لباسش نرمتر، صدا و کلامش شکر در شیر، موهای مجعد و معطر و بلند تا کمرش زنجیر دل، رنگ چشمهاش جادویی و پوست تنش سفید و سفت مثل عاج فیل، به بالا سرو و بار سرو خورشید، به لب یاقوت و در یاقوت ناهید، رخ از دیبا و جامه هم ز دیبا، دو دیبا هر دو در هم سخت زیبا، لبان از شکر و دندان ز گوهر، سخن چون گوهر آلوده به شکر، دو زلف عنبرین از تاب و از خم، چو زنجیر و زره افتاده در هم، دو چشم نرگسین از فتنه و رنگ، تو گفتی هست جادویی به نیرنگ، ز مشک موی او مرغول 50، فرو هشته ز فرقش تا کمرگاه، ز تاب و رنگ مثل ریزش زاج، ز سیما ویخته گسترده بر عاج، این زن ماه مجلس بانوانه، کجا بنشست ماه بانوان بود، کجا بگذشت شمشاد روان بود، زمین دیبا شده از رنگ رویش، هوا مشکین شده از بوی مویش، ز رنگ روی گل بر خاک ریزان، ز تاب موی عنبر باد بیزان، هم از رویش خجل باد بهاری، هم از مویش خجل عود قماری، این زن جواهری بی عیب و نقص و شایسته و زیباست، جواهری که برای به چشم اومدن نیاز نداره بر پایه انگشتر و گردنبند و گوشواره یا تاجی سوار بشه. این زن همین جوری که هست، بی لباس و آرایش و زیورالات، زیباست، چو گوهر پاک و بی آهو و درخور، ولی کاراسته گوهر به زیبر، برو زیباتر آمد زر و دیبا، که بی آن هر دوان خود بود زیبا. و خب شما اگر میخواین بدونین شاه کارش با این زن به کجا میکشه، باید صبور باشین تا قسمت بعد. اما قبل از تموم کردن این قسمت توجهتون را به چند نکته جلب کنم. اول اینکه اگر یادتون باشه در انتهای داستان 7 پیکر بهتون توضیح دادم که واژه آهو در قدیم به جز نام حیوان به معنای عیب و نقص هم بوده. در این داستان شما واژه آهو رو با این معنا زیاد میشنوین. دوم اینکه در مورد اسامی جغرافیایی در این داستان توجه داشته باشین که اول اینکه اسامی که میشنوین اسامی هستن که بعد از اسلام به کار میرفتن و لزوما این نامهای دوران ساسانیانشون نیست. دوم اینکه نام بعضی از این مکانها مشابه با مکانهای دیگه و گیج کننده هستن. سوم اینکه بعضی از شهرها یا مناطقی که ازشون نام برده میشه معلوم نیست که اون زمان کجا بودن. چهارم اینکه در موارد این اسامی ممکنه کاملا زاییده تخیل و ساخته ذهن خود شاعر باشن
پس لزوماً دنبال همشون روی نقشه نگردین. اونایی رو که مطمئناً میدونم شاعر به کجا داره اشاره میکنه شک نکنین، خودم براتون توضیح میدم. نکته بعدی این که شما در این داستان زیاد میشنوین که بیتی با کلمه کجا شروع میشه. کجا در قدیم به معنای که هم استفاده میشده. مثلا وقتی میگه کجا بنشست ماه بانوان بود، کجا بگذشت شمشاد روان بود، یعنی این زنی بود که در هر جمعی ماه مجلس بود و از هر جا که میگذشت قد و بالای رعنای مثل شمشاد و زلفهای مجعد و بلندش دلرباتر بود. خب اینم از شروع داستان ویس و رامین. 5 سال پیش وقتی این پادکست رو برای اولین بار منتشر می کردم هیچ ایده‌ای نداشتم 5 سال بعد کجا خواهم بود و چی کار خواهم کرد. و باید اعتراف کنم که علیرغم تمامی سختی ها و دستانداز ها و بیپولی ها، تولید این پادکست بهترین کار زندگیم بوده. جان شوریدم آرام گرفت. برای همین دلم میخواد یک بار دیگه از ته دل از تمام شما که شنونده من هستین و پادکست چای با بنفشه رو به دیگران معرفی میکنین سپاسگزاری کنم. دمتون گرم که دلگرمم میکنین، نه دل سرد. شماهایی که توی کامنت ها از صدا سازیم تعریف میکنین و ایراد نمیگیرین و اجازه میدین اونجوری که خوشحال و شاد و خندانم قصه بگم. شماهایی که ریز ریز از سر تا سر دنیا ریالی و دلاری از 1 تومن تا 1000 دلار به حسابمون میریزین. شماهایی که ویدیوهای لحظه های گوش کردنتون به پادکست رو استوری میکنین و من میبینم و دلم قش میره. شماهایی که زیر پستام مینویسین منتظر نمایش از هوسنامه تا وفانامه هستین که بیارمش به شهرتون، یا شماها که کتابامو میخرین، شماهایی که با مهربونی اشتباهام رو تذکر میدین. در یک کلام از ته دل ازتون سپاسگزارم و هر روز خدا رو شکر میکنم که هستین. عشقم بهتون میاد تو خونه هاتون و عشقتون رو برام میاره. باشین که باشم و یادتون نره که ما با همدلی و در کنار هم بودن و دست در دست یکدیگر دادنه که میتونیم این چراغ رو روشن نگه داریم. آرزوی من در تولد 5 سالگی اینه که تا تولد 6 سالگی شنونده های این پادکست میلیونی بشن. آرزوی دیگه. والا هر کجای دنیا که هستین مواظب خودتون باشین. تا قسمت بعد هم تنتون سلامت و جانتون شیرین و لطفتون به من مدام. پادکست چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه. در فصل 3 پادکست شعرها از فخرالدین اسعد گرگانی و نویسنده متون و گوینده پادکست من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز فصل 3 پادکست استاد کوروش بابایی. ادیت و میکس صدا مهلا دیانی.